سلام بچه‌ها، خوش اومدی به کانال خودتون، کانال سویسون. امروز قراره چیکار کنه؟ امروز قراره امیرعلی خان به من موتور سواری یاد بده. بریم از نزدیک داشته باشیمش. سلام بچه‌ها، امروز قراره یه موتور سواری ریزی کوچیکی شاید هم آموزشی باشه برای پیج و چنل بریم که داشته باشیم. توضیحات اول یکی داره. اول اینکه باید با کلاژ بیشتر روونی بهتری داشته باشه. دو اینکه کنترل کنه. سه اینکه زیاد گاز ندید بچه‌ها. گاز دادن اضافی هم بار موتور ضرر داره، هم به خودتون رو به فنا میدید. و یه جوری باشه که یه جایی بتونیم پر کنی که بتونیم اون سرعتی که داری 50 تا 60 تا 70 تا 80 تا بتونی کنترلش کنی. بریم حالا در ادامه توضیحات بیشتری میدیم. بریم عملی. حالا پشتش میشن، پشتم میشینه واسه میبینه من چیکارا میکنم، یه نگاه میندازه، دستا نگاه میکنه. بریم برای انجام کار. اول کلاژ رو تا ته میگیریم، دنده رو میدیم. دنده یک، دنده جا خورد میره یک. نیم کلاژ میکنیم. هم اول نصف گاز میدیم، هم نصف کلاژ رو ول میکنیم. بریم نگاه کنیم. بریم آقا امیرعلی. موتور قشنگ کامل شد، کلاژ ول میکنیم. بعد گاز رو ول میکنی، کلاژ میگیری، دنده رو میدی، آروم ول میکنی، گاز میدی. یه دوری داشته باشیم. کلاژ میگیری تو این موقع یه نیش گاز میدی، آروم کلاژ ول میکنی، آروم هم گاز میدی. یه دست دوربین تکون بده از اینجا. هر وقت خواستید سرعت خودتون کم کنید، گاز رو ول میکنید، یه طوریه نیش ترمز، کلاژ میگیری، یه نیش گاز، دنده رو دوه میدیم یک، وای میستیم کامل که وایسادیم. حالا دنده رو خلاص میکنیم. بریم برای شروع آغاز. بریم که منم تست کنم، یاد بگم ویدیو رو استاپ کنید. بچه‌های شاد دلتین کامنت بذارن. خب بچه‌ها، شما تا اینجا ویدیو اومدید، خب میگید چرا قطع شد؟ به خاطر دلایلی که پیش اومد و مأمور راهنما رانندگی عزیز داشتن داخل خیابون‌ها اتوبان گشت می‌زدن، به خاطر همین نمیشد و هوا هم تاریک شده بود. سعی میکنم ویدیو کاملشو تو یه روزی دیگه حتما بگیریم و آپلود کنم. خیلی ممنون میشم. ساب، لایک، کامنت یادتون نره. من از حمایت شما پیشرفت میکنم و خواهش میکنم ساب کنید، لایک کنید تا منم دیده شم. تا ویدیو بعد، خداحافظ بچه‌ها.